سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. با تقاضای زمان نه با تقاضای قانون از بازداشت زید سعیدوف 10 سال گذشت. وزارت کارهای داخله دعوای به ناموس شعلو دولتوف دستدرازی کردن پدپلکوونیک شودی زاده را رد کرد. فوند گاری کاسپاروف آزادی بیچون و چرای الفتخانه محمدشایف و گنرال خورباشوف را طلب کرد. بعد گله نکنید خطاب رئیس جمهور ایران به طالبان، بحث‌های آب یا فراتر از آب. در گذشت رستم اوروزایف علی دلان آسیای میانه و ستاره تاجیک فیلم. یک زن تنفروش سابقه دار 9 ساکن سوغد را گرفتار سپید کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. صبح 19 ماه سال 2013 زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکار خوشنام تاجیک که اون روزها با سفری در اروپا قرار داشت، با وجود هشدار به تکرار یاران و دوستان و حتی منصبداران بلندپایه با هواپیمای سامون ایر از فرانکفورت به دوشنبه آمد، با امید و خوشباوری که می‌آید و بیگناهی خود را اثبات می‌کند. اما این امید برآورد نشد و در عموم به 29 سال زندان محکومش کردند. 7 سال این حکم با جرم‌های اقتصادی و بیش از 20 سال دیگرش با جرم‌های بافته تجاوز به ناموس. خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف روز 19 ماه سال 2023 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک در مورد حکم پدرش نوشته است که پدر او را نه با تقاضای قانون بلکه با تقاضای زمان چنین بهرمانه زندانی کردند. هواپیمای صبح 19 ماه 10 سال پیش مسافری را به دوشنبه آورد که نه با تقاضای قانون بلکه با تقاضای زمان زندانی شد. 10 سال از عمر انسان چگونه سپری می شود؟ در آزادی در حلقه نزدیکان و پیوندان و بدون تهمت و تحقیر ناعیان، اما در زندان چه؟ و اون هم زندانی که دادگاه گناهکاری محکوم شده را اثبات نکرده، تنها با عباره تقاضای زمان قناعت ورزیده باشد. هر کدام روز این 10 سال برابر به 10 سال طول داشت، هم برای ما فرزندان هم برای پدرمان زید سعیدوف، نوشته است خیرالله سعیدوف. او از مقامات خواسته است که با گذشت 10 سال دیگر از گناه ناکرده پدرش گذرند و اقلاً از لحاظ انسانی معلول مادرزاد از یک دستش محروم بودن و درد معده و دهها درد دیگر در محبس گرفتار شده را به نظر گرفته آزادش کنند. خیرالله سعیدوف نوشته است که اینک 10 سال شد که پدر بیگناه من با تقاضای زمان عمر عزیزش را در کنج زندان می‌گذراند. از اینکه او در این مدت چه خدمت‌هایی برای این جامعه می‌توانست انجام دهد حرفی نمی‌گویند. حتی نمی‌پرسیم که جبران این 10 سال عمر با تهمت در زندان سپری شده را کی و با چه قیمتی می‌تواند پرداخت کند. البته با هیچ قیمت این عمر رفته را جبران نمی‌توان کرد. تنها روی دل داخل این رویداد ننگین میماند و بس که عمر عزیز و گرامی و به بازگشت پدر عزیزم را حذف کردند. زستن را خداوند برای هر نفر یک نوبت میدهد و آن نوتکرار است و به بازگشت. و پدر عزیز من که جنایتکار نیست حق در آزادی زندگی کردن را دارد. حداقل تصمیم گیرندگان پرونده پدرم با گذشت 10 سال این پهلوهای انسانی را به نظر و اعتبار گیرند یا هیچ نباشد معلولیت، بیماری معده و پیرانسالیش را به نظر گرفته از زندان آزادش کنند. از ما تنها امید بستند از تصمیم گیرنده ها انصاف و عدالت. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 ماه سال 2023 با نشر یک ردیه ادعای ساکن 35 ساله شهر خوجند شعلو دولتوف را که روز 16 ماه در یک مطلب در رادیوی آزادی سردار شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند پدپلکوونیک میلیتسیا شودیزاده دلمراد را به گرفتن $30,000 پاره و دستدرازی به ناموسش ایبدار کرده بود، کاملا دروغ و تهمت نامیده رد کرد. باید تذکر داد که این ادعا کاملا دروغ بوده. دولتوف و شعلو شیرلیونا به خاطر خود را جبر دیده و بیگناه وانمود کردن به یگان دلیل به پدپلکوونیک میلیتسیا شودیزاده دلمراد تهمت نموده است. تاکید کرده است وزارت کارهای داخلی در ردیه‌اش بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی دولت و شعلو شیرلیونا
سال تولد 1988 ساکن شهر خوجند 5 دکبر سال 2016 با ماده 237 قسم 2 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم عفو باشی به جوابگری جنایتی کشیده شده در اساس قانون عفو از جوابگری جنایتی آزاد شده بود. نام برده از این خلاصه ضروری نبرآورده به جنایت‌های به مقابل فعالیت اقتصادی یعنی به معامله غیر قانونی با اسرار خارجی پایمال نمودن حقوق و آزادی‌های کنستیتوسیونی انسان و شهروندی اینچنین عدالت سودی دست زده جنایت‌های به جمعیت خوفناک را صادر نموده است. می‌افزاید وزارت کارهای داخله به گفته مقامات شعلا دولتوف در دوام سالهای 2017-2022 به صاحبکاری غیر قانونی مشغول گردیده بدون اجازتنامه بانک ملی دادن مبلغ یا قرضها و گرفتن فایز را برای مانده از سال 2017 تا سال 2022 به دست کم 8 شهروند با فایز قرض داده از این حساب 349,015 سامانی و 80 درم درآمد غیر قانونی به دست آورده و به دولت و شهروندان برعکس ضرر مخصوصا کلان رسانیده است. به این دلیل می‌افزاید وزارت کارهای داخله دولت را بر اساس ماده 259 147 286 و 345 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده به 4 سال زندان محکوم کردند، ولی به سبب طفل خردسال داشتنش اجرای این حکم را به تأخیر گذاشتند. وزارت کارهای داخله گفت دولت و شعلا به جای آنکه خود را اصلاح نموده به کارهای فایده‌ناک جمعیتی مشغول شود، نام پرشرف مادر را داغدار نموده با سخنان قبیح و الفاظ پر از دشنام و حقارت به تحقیر و تهدید شهروندان مشغول شده، هنگامی که قرضدارانش ضمن پرداخت قرض و فایزهایش کمی تأخیر می‌کردند، نام برده به منزل آنها غیر قانونی زده در آمده آنها را تحقیر و تحویل می‌کرده است. وزارت کارهای داخله گفت این ثبت‌ها را دارد ولی با سبب‌های اخلاقی پخششان نمی‌کند. رادیو آزادی روز 16 می در مطلب با نام شعلا دولتوف 30,000 خواست و دست‌درازی کرد نوشت شعلا دولتوف ساکن خوجند دعوا دارد که یک مفتش شعبه کارهای داخلی این شهر برای رهایی او از جوابگری 30,000 دلار خواسته به ناموسش دست‌درازی کرده است. مفتش دلمراد شادی زاده در صحبت تلفنی تحقیق پرونده را تصدیق کرده است، اما گفته است ادعاهای آن زن اساس ندارد. شعلا دولتوف در شرح حکم زندانش گفته است که او از شرکت‌های بیناکاری در خوجند خانه نو خریده پس از آرایش و رنگ و بار دوباره می‌فروخت ولی با اسرار خارجی داد و گریخت نداشت. به گفته این زن او را روز 30 نوامبر سال 2022 هنگام از عبدالولی باقی‌زاده پس گرفتن 9,800 دلار قرض دادرش دستگیر کردند. دولتوف گفته است هرچند اتهام درست نبود، مفتش شعبه کارهای داخلی خوجند دلمراد شادیزاده برای قطع پرونده از وی 30,000 دلار درخواست کرده است. وقتی گفتم در بازداشتگاه چگونه مبلغ یابم، قرار ترک کردن جای زیست را بیکار کرد و من در آزادی بودم. هرچند کوشش کردم 30,000 دلار را یافته نتوانستم. یک خانه دوجرگی را پیشنهاد کردم، گفت این آوازه می شود، بهترش نقد بیار. نقل کرده شعلا دولتوف او میگوید در این باره روز 13 می به نام رئیس جمهور و رهبران دیگر تاجیکستان نامه نوشته است. خانم دولتوف گفت برای دادخواهی به دادستانی ولایت سوغد نیز عریضه نوشت، ولی پس از آگاهی شدن مفتش از شکایت‌های او پروندهش برعکس غفص‌تر شد. اتهام ویران کردن دخل ناپذیری منزل و مانع شدن به تطبیق عدالت سودی را نیز به گردنم بار کردند. اجازه نمیدادند که با وکیل مدافع گپ زنم. دلمراد شادیزاده فشار می آورد که برای سبک کردن پرونده 30,000 دلار دهم. بعد مرا به اتاق درون جای کارش با زوری درآورده دست‌درازی کرد. ادعا دارد شعلا دولتوف. اما دلمراد شادیزاده روز 15 می در صحبت تلفنی با رادیو آزادی تصدیق کرده است که واقعا پرونده شعلا دولتوف را تحقیق کرده بود، اما گرفتن 30,000 دلار و دست‌درازی به ناموس او رد کرد. بله این پرونده را تفتیش کردم. در مورد مبلغ و تجاوز به ناموس این همه نادرست است. اگر فکت و دلیل داشته باشد به مقامات مراجعت کند، بگذار سنجش گذرانند. من برای دیگر سوالهایتان وقت ندارم، بند هستم. به طور خطی برای وسط مراجعت کنید، جواب میتیم، گفت است پدپلکوونیک شادیزاده. دادگاه شهر خوجند شعلا دولتوف را
به 4 سال زندان محکوم کرد. به پرداخت 47330 سامانی جریمه وظیفه‌دار کرده است، ولی به دلیل کودک خردسال داشتنش اجرای حکم زندان او را تا رسیدن فرزندش به سن 8 به تأخیر گذاشته است. بنیاد فوند حقوق انسان، یک سازمان بین المللی حامی حقوق انسان که قرارگاهش در نیویورک امریکا و رهبرش قهرمان سابق شامات جهان گاری کاسپاروف است، روز 8 ماه سال 2023 در سالگرد اول حبس ژورنالیست و فعال جامعه شهروندی از ولایت مختار کوهستان بدخشان الفت خانم محمدشاه و شوهر سابق او ژنرال خولباش خولباشوف، فرمانده سابق مخالفین در ولایت مختار کوهستان بدخشان و مشاور فرمانده قشون‌های سرحدی تاجیکستان، حبس و مرافعه دادگاهی قلبکی هر دو را شدیداً محکوم کرده و از مقامات تاجیکستان آزادی بی قید و شرط آنها را طلب کرده است. در اظهارات بنیاد حقوق انسان از جمله چنین گفته می شود: امروز از روز حبس ناعادلانه ژورنالیست شناخته تاجیک الفت خانم محمدشاه و شوهر سابقش خولباش خولباشوف 1 سال گذشت. به ضد آنها در رابطه با اعتراضهای مرگبار ماه سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان عیبنامه اعلان شد و بعد چند آنها را وادار به دادن بیانات بردروغ کردند که توسط تلویزیون نشر شد. ماه دکبر سال 2022 دادگاه عالی تاجیکستان پرونده محمدشاه را پشت درهای بسته بررسی کرد. بسیاری ها این پرونده و این دادگاه را دارای انگیزه های سیاسی شمرده محکوم میکنند. محمدشاه به 20 سال زندان و خولباشوف به حبس عمرباد محکوم شدند. محمدشاه حامی حقوق و نماینده اقلیت پامیر می باشد. او به حیث ژورنالیست مستقل با رسانه‌های معروف همکاری داشت و توسط سازمان‌های غیر دولتیش ناموس و انصاف از حقوق کودکان و زنان حمایت میکرد. بنیاد حقوق انسان حبس و مرافعه دادگاهی قلبکی محمدشاه و خولباشوف را شدیداً محکوم میکند و آزادی بلافاصله و بیچون و چرای هر دو را طلب دارد. الفت خانم محمدشاه 18 ماه سال 2022 در منزلش در شهر دوشنبه و اتفاقاً در روز دستگیر کرده شد که مقامات با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح اعتراضها در شهرک ومر مرکز نویه روشان را سرکوب کردند. بنا به اعتراف مقامات در جریان سرکوب اعتراضها در بدخشان در عموم بیش از 30 نفر کشته شدند. اکثر آنها محض در ومر به هلاکت رسیدند. ماه دکبر سال 2022 دادگاه عالی تاجیکستان الفت خانم محمدشاه را به 20 سال زندان محکوم کرد. شوهر سابق او ژنرال خولباش خولباشوف به حبس ابد محکوم شد. یک زن 52 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف به دیدار دانسته به خطر به بیماری قتال ویروس نارسایی معصونیت بدن یا ویش سپید گرفتار کردن 9 ساکن ولایت سوخت عیبدار می شود. در گزارشی که روز 18 ماه سال 2023 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد، گفته می شود که این جنایت از جانب کارمند شعبه کوفتکوف جنایتی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آشکار کرده شد. اکبر شریفی سخنگوی میلیس ولایت سوخت گفت این زن سالخورده که به دلایل اخلاقی نامش نشر نشده است و چهرهش را هم پوشانیده بودند میتونست که گرفتار بیماری ویژ و سپید است و به طور خطی جهت خودداری از پنگ کردن آن زبان ختم داده بود، ولی بازم دیده و دانسته با 8 ساکن نویه باباجان غفوروف و 1 ساکن شهر بوستان علاقه جنسی کرده آنها را دچار خطر گرفتاری به بیماری قتل کرده است. این زن را که با وجود سالخوردگی یا به قبل مردم به یک جا رسیدن سینش همچنان از حساب تنفروشی زندگیش را پیش می برد و تنفروش سابقه دار به شمار می رود، به آن ابزار می کنند که هنگام علاقه جنسی با مردان گوناگون قاعده های بیخطری را رعایت نکرده با آن مردان بی‌رفوله علاقه جنسی یا به قبل مردم خواب و خیز کرده است. در تاجیکستان طبق قانون شخصان گرفتار ویش سپید بعد آشکار شدن این بیماریشان باید به طور خطی زبان خط بدهند که از خطر به دیگران سرایت یافتن این بیماری را از حد اکثر احتیاط کار خواهند گرفت و از علاقه جنسی بدون رفاله باید قطعاً خودداری کنند. به ضد زن ساکن نویه باباجان غفوروف که در حبس پیشکی قرار دارد بر اساس ماده 125 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند.
این بند قانون برای دیده و دانسته تحت خطر سرایت به سپید گذاشتن و یا به این ویروس قتل گرفتار کردن شخصان دیگر همچون جزا از محدود کردن آزادی به مدت تا 3 سال و یا از 2 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. این نخستین مورد با اتهام دیده و دانسته به سپید گرفتار کردن دیگران دستگیر شدن زنان گرفتار به این بیماری در تاجیکستان نیست. ماه مارت سال جاری یک زن 46 ساله ساکن شهر کانیبادام در شمال تاجیکستان که به تنفروشی مشغول بود نیز برای دیده و دانسته زیر خطر گرفتار شوی به بیماری قتل ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا سپید گذاشتن 11 نفر از مشتریانش دستگیر شد. از نزدیک 1000 نفری که هر سال در تاجیکستان گرفتار سپید می شوند بنا به حسابها قریب 80%ش برای علاقه جنسی به این ویروس قتل گرفتار می شوند. جمع گرفتار شدگان به سپید از سال 1991 به این طرف بنا به آمار میانه سال 2022 بیش از 14,000 نفر را تشکیل داده. شماره اونهایی که از این بیماری جان باختند به 4,000 نفر نزدیک می شود. اما ناظران امور می گویند شماره واقعی گرفتار سپید در کشور می تواند خیلی بیشتر از این امور رسمی باشد. به نظر می رسد که بین ایران و حکومت حرکت تندرو طالبان در افغانستان بر سر استفاده آب دریای هلمند یک تنش جدی در حال اوج گرفتنی است. مقامات رژیم طالبان خشک و کمبارش آمدن سال جاری و کم شدن آب دریای هلمند را دلیل کم دادن آب به استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران مینامند، ولی مقامات ایران به این دلیل طالبان با نظر شبهه نگاه میکنند. با نظر داشت اینکه ایران تا کنون از رژیم نو طالبان به دلیل از افغانستان و منطقه بیرون کردن نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا به صورت نمایشگر پشتیبانی و حتی مخلصی میکرد، بسیاری ها بحث آب دریای هلمند را فراتر از تنها یک بحث آب میشمارند. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی روز 8 ماه سال 2023 ضمن بازدید خود از استان سیستان و بلوچستان به طالبان هشدار داد که در مورد حقابه یعنی حق آب سیستان و بلوچستان جدی باشند و بعدا گله نکنند. رئیسی زمان طالبان را تهدید نمود که در چابهار نشست ویژه در مورد نورسایی آب در منطقه های نزد مرزی افغانستان ادامه داشت. رئیس جمهور ایران با یک لعن تهدیدآمیز خطاب نمود که میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. او دلیل های پیش آورده طالبان به مثل نباریدن باران در فصل بهار و کمبارشی فصل زمستان را در مورد کم شدن سطح آب دریای هلمند زیر سوال برده افزود. اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند در نبودن آب ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود دارد حق مردم سیستان و بلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم که حق مردم ضایع شود. حرف ما را جدا بگیرید تا بعدا گله نکنید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان قبلا گفته بود که اگر باران زیاد شود آب به ایران هم میرسد. این سخنان او باعث خشم منصبداران ایران گردید. یک نماینده مجلس یا پارلمان ایران به احساسات در جواب به این گفته متقی خطاب نمود و گفت در حالی که سیر مهاجرت از شهرستان‌های سیستان به دلیل مشکلی بی‌آبی صورت گرفته است، طرف افغان با به احترامی میگوید بروید و دعا کنید تا باران ببارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرد نوشته است که مقامات ایران ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل نمایند و بعدا از آن با الفاظ مناسب خواستارشان را مطرح کنند. اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهارات مطرح گردد میتواند فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان را آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و این نباید تکرار گردد. وزیر انرژی و آب طالبان عبداللطیف منصور نیز گفته است که آب و هر موضوع دیگری باید با تفاهم و راههای دیپلماتی حل شود و حرفهای تحقیرآمیز نباید از سوی هیچ کسی زده شود. این وزیر طالبان افزوده است که حکومت آنها با توافق محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان با ایران
پایبند است و نمیخواهند که کشورهای همسایه آسیب ببینند، اما طرف مقابل نیز باید شرایط خوشسالی را درک کند. بر اساس شرطنامه‌های امضا شده بین ایران و افغانستان، جانب ایران حق دارد سالانه 850 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را استفاده کند. جنجال میان ایران و افغانستان بر سر استفاده آب دریای هلمند در گذشته نیز وجود داشت. پرزیدنت فوری افغانستان اشرف غنی نیز زمانی که سد کمالخانه را در نیمروز افتتاح میکرد گفته بود که آب را رایگان به کسی نمیدهیم، حاضر هستیم آب را با نفت مبادله کنیم. اخیراً طالبان از پیشرفت‌های نظررس در مورد لایه کشتیپه، کانال برای انتقال آب از دریای امو خبر دادند. این بزرگترین لایه انتقال آب در افغانستان نگرانی کشورهای همسایه شمال افغانستان را به بار آورده است. ماه مارس سال 2023 نماینده ویژه پرزیدنت ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در مورد این طرح با طالبان دیدار و گفتگو نموده بود. حرکت تندرو طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا و ناتو قدرت را در افغانستان صاحب شد. تا کنون یگان کشور حکومت نو افغانستان را به رسمیت نشناخته است، ولی تقریبا همه کشورهای منطقه تماسهای غیر رسمی با رژیم نو حاکم بر کابل را برو انداختند. رستم اوروزایف، ستاره سینمای شوروی که راه ایجادیش را از کینوستودیوی تاجیک فیلم آغاز کرده بود، روز 18 ماه سال 2023 در سن 65 از عالم چشم پوشید. او چند ماه آخر از بیماری سرطان رنج میکشید و در یک بیمارستان مسکو تحت طبابه قرار داشت. رستم اوروزایف 21 ینور سال 1958 در شهر تاشکند به دنیا آمده است. پدر او از ازبکستان و مادرش روس بود. رستم اوروزایف رشته رسومی و فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی تاشکند را ختم کرده از سال 1974 به فعالیت ایجادی پرداخته است و در طول قریب نیم عصر فعالیت خود در تئاتر و سینما بیش از 50 نقش اجرا کرده است. رستم اوروزایف سال 1978 در فیلم معروف تاجیک آشپز و سراینده همراه هنرپیشه مغفرت امراقلو نقش اساسی را بازی کرده. در سالهای 80 پس از نمایش فیلم صدمه در فرودگاه که نیز محصول تاجیک فیلم بود در سراسر شوروی و بیرون از آن شهرتیاب شد. رستم اوروزایف سالهای آخر اساساً در روسیه کار و زندگی میکرد و در سلسله فیلم‌های از قبیل زناخر و گلوخر نقش بازیده. در تهیه‌شان همچون کارگردان نیز فعالیت کرده است. علاوه بر این وی در فیلم‌های با تخلص البانی، قصه های زنان، گوارد پنجم، جوانی یک نابغه، شغل‌ها، راکنرول برای ملکه ها و تمام نقش آفریده است. او را برای مانندیش به ستاره فرانسوی آلن دلون آسیای میانه نام می‌بردند و خود اوروزایف نقل می‌کرد که یک دفعه هنگام یک فیلم در فرانسه هنرپیشگان فرانسوی نیز از این شباهت او به آلن دلون به حیرت افتاده سوالش کردند که آیا او پسر این ستاره سینمای فرانسه نیست؟ پرونده جنایتی با مود 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 66 ساله ساکن نوای باباجان غفورов که پیش با مودهای 247 338 و 323 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صورت شده است آغاز گردید که او تابستان سال 2015 با روی فریب به باوری زن 46 ساله ساکن نوای مذکور در آمده برای گرفته دادن قطعه زمین نزد یولگی $8,000 امریکایی گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. این چنین پرونده جنایتی با مود 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 26 ساله ساکن نوای باباجان غفورov که پیش با مود 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صورت شده است آغاز گردیده است که او از ماه اپریل تا ماه دکمبر سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن نوای مذکور در آمده برای از مؤسسه اصلاحی آزاد نمودن پدرش از او مبلغ 400,000 سومانی گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی با عریضه مرد 43 ساله ساکن نوای مذکور وارد گردیده است که 18 ماه سال 2023 مرد 38 ساله ساکن نوای دنگره به دکان سودایش واقع در شرکت بازار دوستی در اومده از آنجا عدد قبرهای آبگذر رزیدی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 4,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین
هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 21 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 237 و 112 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 دکمبر سال 2022 تقریبا ساعت 29 دقیقه هنگام در طرفخانه کشمش قرار داشتنش بالای پنهانی از بالای میز یک عدد ساعت طلایی که به جوان 18 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده $1200 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. همین طریق در نتیجه گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 18 ساله ساکن ناحیه رودکی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده شب 17 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 00:10 دقیقه با طریق پنهانی از نزد منزل استقامتی مرد 59 ساله ساکن امین ناحیه 3 سر چهارپای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 4500 سامانی را تشکیل می‌دهد. عقاید بین حادثه ها تفتیشاتی ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.